ها بابا کفایت خوب هستی بخیر خیرت آرام بخیر هستی لالا آزانه که من درس خوانده رو چیه درس میخونه عرض میای مزایمان نکو عرض میای مزایمان نکو درس میخونه چی جور مش از من درس خوانم اینا مثل ما وارو لامده غریب بگه پاچرا بالا که لالا مزایمان نکو من امتحان دارم درس میخونم امتحان دارم مثل ما وارو پاچرا سفید بتی دقیقا نشو اگر نکنم قد استاد رو دادم سر روی سر گیر کو فقط دیگه بس یا چند قفایی بزن خودشان میفهمن کامیاب میگن چه جور میشه از چیز کردن والا من امتحان دارم مزایمان نکن مزایمات چی هست این نبایی السلام علیکم بابا خوشبخت ورستی ماما میره خونده بیتی تو چی نوشته کرده سواد ندارم میبخش لالا سواد نداری ماما تو سواد داری نداری اگه میره که بخواد چی نوشته کرده من نفهمیدم سوادم نداری گرگلی شما در محفل عروسی شنبه دعوت هستید خب صحیح جور باشه سلامت باشه ما بریم خیلی امیر دخوله نشون بدیم که امیر خم گفت بخیر باشه دیدی خوشبخت جان ماهی را که از زیرا بکشی تازه است امیر دیگه سرا که ببینی از لحاظ علم پیشرفت کرده برو ولی درس بخوان ها تشکر کفایت ما را که فهموندیم ما میاریم یک درس بخونیم نوانستان با ما و شما جوانا ضرورت دارم تا وطن خودم بسازیم بخیر سلامت باشید با میبخشیم مزاحم باشید